چیزی که نشسته خبری گفتن دیگه اصلا اینقدر درست نشسته من خیلی گفتیم اونا ما وضعیت کردن ما رو مورد توجه قرار بودن که نه باور کرده خیلی زود باور شده به نظر ما شما باید خدا رو شاکر باشید به خاطر همچین پسر اینا شاید دفاع نکنید این بچه پوست منو کنده با آبرون بازی کرده من اگر فردا روزی کاندیداتوری رو بذارم کنار ورود نکنم ببخشید به نظر من این اندازه رو آروم کنید الان تو بحبوحه انتخابات میخوام شما رو خراب کنم عزیز من بی خود دفاع نکنید ازم بفرمایید ما الان چی کار باید بکنیم؟ شما اصلا حاشیه رو بذارید کنار به این میگن حاشیه؟